یکی از مردان برآمد میدان نبرد مرد در گوشتین در سامبو پهلوان محبوبه که 11 کرات چمپیون آسیا در رشته سامبو است. اشتراکی مراحل نهایی مسابقات قهرمانی جهان 4 مرتبه، یعنی برنده مدال نقره چمپیونات جهان 4 دفعه، برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبو 3 مرتبه، استاد ورزش درجه بین المللی نبیموحمد این ورزشکار میزبانی مسابقات امروز را هم به دوش دارند. در برابر همه زحمت‌های زیادی که در ساحه ورزش کشور کردند و جلو و رنگ بخشیدن صحیفه‌های درخشان ورزش، البته از همان فتوت و جوانمردی همین ورزشکار رنگ گرفت. امروز میگوید من در حضور مخلصان سرشمار با سر بلند و افتخار و اندیشه شایسته بیان می‌دارم که با دستور شما، با هدایت شما که ما را همیشه مخلصی کردید و پیوسته برای من کف گفتید، سپاس و منت پذیری میکنم و با فاتحه نیک میدان گوشتین را ترک میکنم و در مسابقات دیگر به حیث مربی فعالیت خود را ادامه میدهم. جمعیت سهامی رسنده شهر بختر هم مکافات شایسته را برای این پهلوان محبوب تأسیس دادند. حالا در فضای متمتن ایدانه این مکافات را به پهلوان محبوب و معروف جمهوری تاجیکستان که ساکن ولایت ختلان است تقدیم می‌سازیم و با سرفرازی و خوشنودی این پهلوان معروف و شناخته کشور را رخصت می‌دهیم. تشکر زیاد، سلامت و سرفراز باشید. یک کف کوبی صمیمانه شما. هر دو اینا فاتحه نیکی پیرانی برنادیل گرفتند. از رقابت میدانهای گوشتین سنتی اینجا هم با فاتحه با دستور کارشناسان خاتمه دادن کار در زمینه. هر دو اینا اکنون دستور دهنده کار شاگردانند. با کمال محبت مخلصان میگویند که ما راضیم، لیکن سخن بود پیش از این ابتدا نبی محمد گفتن که من دیگر میدانداری نمیکنم. محمد خاتمه داد، سرمربی تیم گوشتینی جودوی جمهوری تاجیکستان. هر دو اینها نفران محبوب و معروف ما همچون مربی فعالیت میکنند. تشکر زیاد برای صداقت و احترامتون. و سرجلال سعیدov هست طلبگار. این یک تیمور رحیمov هستند. 4 بزبانه وزنگران را بیارین مکافاتهای عالی بالا دارند. بیا. شاه جایزه کدام شد؟ سپاس. تشکر به هنرنمایی هر دو پهلوان با استعداد جالب هر دو که این سینما سینما جوان داری که بجلسی جو بشیجه
воқеан наврӯзи ҳуҷастапайро бори дигар ба кулли тоҷикону тоҷикистониёни олам муборакбод мегӯем ва воқеан месазад гуфт ки ана маҳз ҳамин варзишҳои суннатии миллии тоҷикон ба шукӯҳу шаҳомати наврӯзи ҳуҷастапай як зебоии хосаро зам менамоянд ва бояд гуфт ки паҳлавононе ки инҷо дар рӯи татами ҳунарванд ва инҷо як парусули хело зебо аз ҷониби Набимухаммад Хоркашов мавриди иҷро қарор гирифт ва месазад гуфт ки ин усул тибқи гуфтаи доварон ҳалол аст. бале Набимухаммад Хоркашов бо як усули зебо тавонист ки рақибро мағлум намояд. хуб бештари خسته نشدید مخلصا؟ خنداتون نزنید نکن. جدی جدیت میگه حاجی سعید جدیت میگه. هوپا کم کم یکی میگه هوپا دستی شما بار بره نبیند. این طرف بانی میدان آفرین هر دوستانی ارجمند در اینجا خورکشف رو میبینیم، پهلوانی که بارها با گرفتن جایزه ها در مسابقه های بین المللی مشرف کرده است. نبیمحمد خورکشف با افتخار او کفکوبی ها به خاطر این پهلوان با یک تگ سفید معروفی میرزا نیست، خیلی هنر و استعداد خوب دارد. در وزن نبیمحمد خورکشف خیلی موافقت میکند. بله ما میبینیم که چگونه هنر نشان میدهند نبیمحمد خورکشف با رقیب خویش در این مسابقه، در مسابقه گشود جمهوری تاجیکستان اوید به گوشتینگیری که بخشیده به جشن بین المللی نوروز برپا میگردد. نبیمحمد خورکشف هنر و استعداد خیلی زیبا دارد در نمود گوشتینی سامبو و البته ما چند قبل با استاد او هم صحبت بودیم، گفتند که امروز نبیمحمد قادر است بهره به دست آوردن جایزه و راحت به بازی‌های نهایی و در اینجا یک اصول زیبایی که همیشه نبیمحمد زیباترین اصول در اینجا اصلا به افتخار نبیمحمد خورکشف چگونه زیبا است. نمود گوشتین تاجیکی را استفاده بود. البته اصلا میگوییم یک لحظه یک خیلی فرصتی کلای بود برای نبیمحمد و افتخار کفکوبی ها به خاطر او. همه نبیمحمد ماشینی زن خود ندار، فقط بیرون میکنه.